الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما را بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یاری نامتناسب جهنم است. هر دم که در حضور عزیز به سر بری، دریاب که از حیات جهان حاصل آن دم است. خداوند بسیار مهربان، دعاگو هستم که از ما و شما بندگی هایی که انجام میتیم قبول فرمایم و تا لحظه هایی که برای ما و شما در این دنیا الله مهربان مهلت داده است، خدا ترسی و خدا پرستی داشته باشیم و از الله مهربان دعاگو هستم که میل ما و شما، محبت های ما و شما را به سوی دینش زیاد بگرداند. گذشتگان ما و شما را الله مهربان رحمت و مغفرت کند. بیماری هامون شفای کامل نصیب گرداند و از الله مهربان دعاگو هستیم که تمام برادرانی که امروز همچون مسافر بیرون از این وطن و دیار هستند، خدای مهربان کارهاشون در برار و برکت و کشایش نصیب بگردانی. الله مهربان در این ملک ما، در این دیار ما، از همه یکی از نعمت هایی که حقیقتاً در زمانی که او باشد ما به قدرش نمی رسیم، وقتی ای دست می رود بعداً به قدرش می رسیم، که این آرامی است، این تنجی هست، این آسودگی هست. الله مهربان این نعمت را هم برای این سرزمین ما، برای این مردم ما ارزانی بفرما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. آمین یا رب العالمین. برادران خیلی عزیز و گرامی، الحال من یک چند سوال هایی که در پیشم دارم برای شما انشاءالله جوابهاش را میگردانم. از من سوال کردن برادران عزیز و گرامی که آیا نامی امرالله گذاشتن اجازت است یا نه؟ البته برادران عزیز اجازت است. نام امرالله یا امر دین میمانیم، یا بعضی زنها را امریه میگذارند. یعنی خلاص این نام ها اجازت است برای ما و شما که اگر هر کسی این گونه نام هم که گذارد، گوییم معناش که معنای نیک است، معنای خیر که دارد، گوییم یگان زیان و ضرری در نامگذاری انشاءالله وجود ندارد. دیگر برادری ما سوال کردند که
انسان می تواند که در زنده بودنش خیر و خدایی خودش را بکند. برادران عزیز و گرامی، من در سوال و جوابهای پیشتر برای شما، اگر مقصد شما همان سه بیگه و یا جمعگی و یا سال و یا دیگر محفل و معرکه‌ای که بود، اگر همون باشد، من جواب ای را در سوال و جواب پیشتر گفته گذاشتم. ولی هر یک کاری را که ما در حیات میکنیم برادران عزیز، ای را شما دانین که این افضلتر و این بالاتر و این نیکوتر است از اونی که خیر و احسان ها را از پشت ما میکنن. ما حدیثی داریم از پیامبر نازنین ما که انسانی که با دست خودش اگر یک تنگه را در راه الله صرف کند، بهتر است از 1000 تنگه‌ای که بعداً از پشت او خیر و احسان میکند. یعنی این دلالت بر همون میکند که ما در همین حیاتی که الحال داریم، حیات مقدر شده که داریم، چی مقداری را که امکانیت داریم، خواه از خیر است، خواه از عملهای صالح است، خواه از سخنهای نیکو است، خواه از هر چیزی که خیر باشد، وقتی ما در حیات میکنیم، این البته بالاتر و بهتر است از اونی که وقتی از پشت ما میکنن. اگرچنده که اعتقاد ما و شما بر همین است که آن خیرها و احسانهایی را که من سوال و جواب پیشینه دا گفته بودم که روزی معین نداشته باشد، نام نداشته باشد، وقتی برای شاد شدن روح ما میکنن فرزندای ما، دوستای ما، رفیقای ما، اینم ثوابش به ما میرسد، ولی البته برابر نمی شود با آن ثوابی که وقتی که من به دست خود میکنم. برای همین برادرای عزیز اینا دانسته باشین که چیزی را که بعد پیش از رفتنت میکنی، انشاءالله این به فایده جان تو است. وقتی از پشت تو میکنن، ما بسیاری از برادران را آگاهی داریم که اونها خیرها میکردن ولی بیچاره از روی به شرایطی هم میکردن، شرایط نداشتن، بسیار گوییم که نالیده و با شکایت و زقیده و که مقصد چیکار کنیم نکنیم نمیشود، خیلی همین خیلی دنیا شده است، همین خیلی ضرورت شده است. یعنی معلوم است که بیچاره وقتی که آن خیرها و احسانهایی را که با این قدر دل سوخته و با این قدر دلهای پر از غمشان و با این مشکلات ها که میکنن، خدا دانا است که دیگر ثواب او به روح ما چگونه میرسیده باشد. ولی به هر حال هم که اگر هر کسی هم که با دل کشاد هم که از پشت ما و شما کنن، خوش به حالشان، خدا برکتشان تید، انشالله وای هم ثوابش ما میرسد. ولی باز میگم به دست خودت میکردگی این بالاتر و این افضلتره. خدا کند که این توفیق الله بر ما و شما نصیب گرداند. دیگر سوال کردن، گفتن حاجی بابا یک سنتی را که پیغمبرمان عمل میکردن یا یک سنتی را از پیغمبرمان اگر اجرا کنی، آیا به چی مقدار ثواب برابر است؟ برادران عزیز و گرامی، ما از جناب امام بیهقی خداوند رحمتشون کند این محدثای ما و شما را، وی در از حدیث پیامبرمون می آورد که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من احیا سنتی عند فساد امتی
فله اجر شهید. اگر هرگاهی که امتی من سنتی را از من اگر به شرطی که اجرا کنن یا یک عملی را اجرا میکنن و میگوین که این عمل را من به خاطر سنت بودنش که از پیغمبرمان هست من اجرا کردم، خداوند در نامه اعمال او اجر یک شهید می نویسنده است. خیلی درجه بلند برادران عزیز. برای همین سنت های پیامبر گرامی ما خیلی زیادند. من خواهرامون برادرامون توصیه میتیم که در کتابخانه های امروز حتی با گویم حروفات عربی هم هست، فارسی هم هست، حتی همین حروفات روسیه که امروز ما و شما می نویسیم، با اینها هم حتی دیدم کتابچه های را که سنت های پیامبر من گفته 1 2 3 و 4 رقم موندگی چندین سنت های پیامبر من در همون کتابچه ها آمدگی است. برای همین اگر ما به شرطی که برادران عزیز برای خاطر گرفتن این اجر و این پاداش اگر دست با سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بزنیم، ان شاء الله این سخن پیامبر گرامی من هست، ما از نزد الله مهربان ثواب میگیریم. برای همین البته به البته بهترین عمل هست. حتی قرآن هم ما را برادرای عزیز تاکید میکند که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. یعنی شما در حیات الگوی خودتان یا زندگی خودتان الگوی از حیات پیامبر نازنین بگردانید. یعنی ببینید که پیامبر گرامی هر یک عملی او را حرکت او را بینید در زندگی تان او را تطبیق کنین، حتی از جانب الله مهربان برای ما امرم شده است. از این لحاظ شما میتونین برادرای عزیز ببینین در سنت ها بیاوین، کتابچه ها را دریاب کنین، پیامبرمون چخیل می نشستن، پیامبرمون چخیل می خندیدن، پیامبرمون چخیل صحبت میکردن، پیامبرمون چخیل خواب میکردن، ببینین پیامبرمون چخیل طعام میخوردن. یعنی هر یک روشی که حضرت مقصد انجام داده است اگر ما به همون خودمان مطابق کنیم، انشاءالله همین پاداش رو همین ثواب البته خواهیم گرفت. دیگر سوالی را که اینجا در نویساندن گفتن استاد جان گفتن در مزار حضرت سلطان یک چشمه هست، میگویند که زنی که فرزند نمییابد دستش را در آن ماند و کیر مییابد و خورد صاحب فرزند میشود. آیا این درست است؟ برادران عزیز و گرامی، در بسیاری از سوال‌های را که من میبینم و بعضی‌هاش شما میتین و من نمیخوانم، من به یک خلاصه میام که تا حاضرم برادرای ما، برادرای بیخبر، برادرای ناآگاه، یعنی برادرایی که نمیدونم یا بی اهمیت حتی وجود دارد که بین در یک مسئله که یعنی زنی که فرزند نمییابد وقتی دستش رو در یکی از چشمه هایی که مقصد در حضرت سلطان هست می اندازه و اگر وقتی گرفت و کیرم آمد، همون کیرم اگر خورد مقصد او صاحب فرزند می شود. اینها برادرای عزیز میدونید که هر کسی اگر همین اعتقاد داشته باشد او باید توبه کند پیش الله مهربان، زیرا که این بسیار یکی از گناه‌های گویم کلانی هست که انسان این اراده و این مقصد میکنه. یک زمانهایی نمیگفتن کیرم، اگر چند کیرم خوردنش این اجازت نیست برادر، این حلال نیست. چگونه در برابر استفاده یک کیرم حرام با خدای مهربان برای تو فرزند میداده. یک زمانهایی میگفتن کیرم نمیگفتن بلکه میگفتن
دست انداز از همونجا با همون مقصد چند سنگی که از همون داخل میگیری همون مقدار فرزند الله برای تو میتید. اینا هم همه برادرای عزیز از شرکیات و خرافات اینها خالی نیستند. از این لحاظ در این چیزها ما باید هیچ وقت اعتقادم نداشته باشیم، به این چیزها هیچگاه هم باورم نکنیم، زیرا این سخنها همه در مقابل دین ما و شما ایستاده‌اند. هر کسی که این را ترغیب میکند، هر آینه او یگان هدفی دارد، او یگان مقصدی دارد، یا یگان آدم بیسواد و جاهله. الله مهربان در سوره مبارکه شورا آیت 49 و 50 را ببینین. خداوند چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لله ملک السماوات والارض یخلق من یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا او یزوجوهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. صدق الله العظیم. برادران عزیز، این آیت چی میگه؟ الله مهربان فرمود که لله ملک السماوات والارض. آگاه باشید، همتان دانین که زمین، آسمان، آنچه بین زمین و آسمان است، الله میگه همه این ملک من است. یعنی رهبری و کلانی و سرداری این زمین و آسمان همه در ید قدرت من است. اینها را من آفریدم و اینها از من است. گفتم یخلق من یشاء، الله میگوید می آفرم هر چیزی را که میخواهم. یعنی هر چیزی را که آفریدم از کسی مصلحت نمیگیرم. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا. الله میگه دادن دختر این از نزد منه، دادن بچه هم ای نزد منه. او یزوجوهم ذکرانا و اناثا. الله میگه اگر بینین یک نفر فقط دختر دارد، الله میگه دانید که اونها را من دادم. یک نفر دیگر را میبینی فقط بچه دارد، میگه دانید که اونها را من دادم. یک نفر دیگر را میبینید میگه هم بچه دارد هم دختر، دانید که اونها را من کردم. و یجعل من یشاء عقیما. خدا میگه میبینی یک کسی دیگر را که تماما فرزند ندارد، در انتظار فرزند، در آرزوی فرزند، مقصد سوخته رفتگی است، دانید که اونم ای جانب منه. و یجعل من یشاء عقیما انه علیم قدیر. خدا الله مهربان بین میگه من ذات هستم که قادر هستم و دانا هستم و با حکمت هستم. از این آیت برادرای عزیز معلوم می شده است که دادن دختر، دادن بچه، دادن دختر و بچه، حتی نازاینده گرداندن بعضی زنها را هم الله میگه یک جانب منه. شاعر میگفت با اختیاری حق نبود اختیار ما، با نور آفتاب چی باشد شرار ما. میگه آن چیزی را که الله اختیار کرد، انتخاب کرد، ما دیگر نمیتونیم که در برابر انتخاب و اختیار خداوند چیزی را اضافه کنیم یا چیزی گفته توانیم. چگونه ای که با نور آفتاب آیا می شود که انسان جنگ اعلان کند یا قوتت می رساند که پیش راه نور آفتاب بگیری؟ از این لحاظ
برادران عزیز و گرامی، شما دانید که هر کسی که دختر داری الله را سپاسگزاری کن. هر کسی بچه هم دارد الله را سپاسگزاری کنه. کسی دختر و بچه هم دارد همچنان. کسی نداردم از الله مهربان شکرگزاری کند و دعا کند که خداوند و الله مهربان ما را از این نعمت برخوردار کن. یعنی هیچگاه برادر عزیز و من یتوکل علی الله فهو حسبه، الله مهربان میگه بر من تکیه کن، من تو را بسنده هستم. برای همین هیچگاه حاجت نیست برادران عزیز که ما برای پیدا کردن فرزند پیش کدام مقصد قبر، پیش کدام چشمه رفته و مقصد از اونها درخواست این نعمت کنیم. مایلش اگر به شرط وقتی که نباشد شما مراجعت کنید در طبیبه ها. اگر علاج امکانیتش باشد و راهاش باشد و الله در ارادش داشته باشد که من مقصد تو را صاحب فرزند میکنم، اونها سبب میشوند و با تو صاحب فرزند میشه. و الا آیا شما ندیدین که مردها و زنهایی هستند که تمام دولت دنیا را گشتند ولی صاحب فرزند نشیدند. تمام طبیب های دنیا را گشتند ولی فرزنددار نشیدند. معلوم می شود که یعنی فرزند ای نزد الله های برادر عزیز. و الا برای طبیب وقتی که امکانیتش باشد، در دستش باشد، آیا این کار برای چی انجام نمیتید؟ او برای فایده خودش، برای درآمد خودش تمام راه را استفاده میبرد، ولی میبیند وقتی نمیشود پس آدم باید که تسلیم شود که این نعمت ای نزد الله بوده. ولی در زیر تفسیر همین آیتی که من خواندم مفسران میگن که الله مهربان گفت که من بر شما دختر میتیم، اولا بین که گفت از دختر آغاز کرد، زیرا که هرگاهی که اگر میگه فرزند کدامی از شما یکمش اگر به شرط دختر آمد، این هم یکی از سعادت و نیکبختی همون مرد و زن خبر میتید. یعنی شما غمگین نشین که یکم فرزند شما دختر شده. ببینین شریعت ما و شما میگه این از نیکبختی زن و مرد خبر میتید که یکم فرزندشون دخترچه شده است. آیا پیامبر گرامی را نمیبینین که فرزندای او از دختراش آغاز شد؟ دیگر تفسیری که کردن میگد اینجا گفت ما الله میگد که من بر یکی از شما دختر میتیم، میگد مراد حضرت لوط و حضرت شعیب پیغمبر. بین هم حضرت لوط و هم حضرت شعیب پیغمبر اینا فقط دختر داشتن، بچه نداشتن، پیغمبر بودن برادر عزیز. لیکن نظامی را که الله ترتیب میتید، دنیایی را که نظامش الله مطرح میکند و خودش میداند که چند دختر و چند بچه و یا کدامشان نازآینده و ترتیب دنیا را که خودش میداند، الله مهربان هر کدامی را خودش جا به جا میکند. میگه حضرت لوط و حضرت شعیب فقط دختر داشتن، بچه نداشتن. دویم میگه گپ در سری بچه رفت، حضرت ابراهیم فقط بچه داشت، دختر نداشت. میگه گپ در سری بچه و دختر رفت در آیت، میگه این حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است که هم بچه داشتن و هم دختر داشتن. شما چگونه میدانین دخترای پیامبر نازنین ما زینب بودن، ام کلثوم بودن، همچنان رقیه بودن و فاطمه بودن. بچه‌کاش قاسم بود، ابراهیم بود و عبدالله بود. یعنی هم دختر داشتن ازد هم فرزند، 7 فرزند داشتن. و گفت و میگردانم بعضی از زنهای شما را نازآینده، میگد اینجا در حضرت عیسی و حضرت یحیی هستند.
که اینها تماما فرزند نداشتند. برای همین برادرای عزیز و گرامی، این گونه گویم اعتقاد و این گونه اندیشه ها را از سرهاتون دور کنین که فرزند فقط ای نزد خودشه. امروز هست این همین اعتقادها هست که سری منزل فلانی برو، میروند در همون جگان تارکی بنده که کشال میکنن و یا از همون صاحب قبر بیچاره کمک طلب میکنن. لیکن دانین که این عملهای شما، این حرکتهای شما بر ضرر دینداری و ایمانداری تونه. برای همین انشاءالله همون میره و محبت و همون اخلاص به سوی الله مهربان روانه که در اراده خدا باشد، اگر خدا خواهد صاحب فرزند میشوی.